مدل سازی اتریبیوشن یه دسته از قواعده که مشخص میکنه چطور فروش‌ها و تبدیل کاربر به پول به کمپین بازاریابی شما مرتبط بوده. هدف مدل سازی اتریبیوشن اینه که کمک کنه بهتر درک کنید چطور کمپین‌های بازاریابی متفاوت و کانال‌های بازاریابی متفاوت همشون با هم کار میکنن تا کاربر تبدیل به پول بشه. این کار میتونه به شما کمک کنه. برای مثال یه مشتری میتونه گوگل مرچندایز استور رو از تبلیغات ادورز ببینه. اونها میتونن یه هفته بعد با کلیک روی لینک در شبکه‌های اجتماعی برگردن. در همون روز اونها میتونن برای بار سوم از طریق یک کمپین ایمیلی برگردن و خرید کنن. تمام این فعالیت‌های بازاریابی با همدیگه کار کردن تا مشتری تبدیل به پول بشه. طبق پیش‌فرض، گوگل آنالیتیکس تمام اعتبار یا درآمد تجارت الکترونیکی رو به آخرین فعالیت بازاریابی نسبت میده. توی این مورد که گفتم کمپین ایمیلی بود. به این مدل میگم مدل اتریبیوشن آخرین کلیک. ولی آیا دو فعالیت بازاریابی دیگه نقشی در این بین نداشتن؟ برای اینکه کمک بشه فراتر از اتریبیوشن، کلیک آخر متوجه قضیه میشین. گوگل آنالیتیکس یه سری گزارش به نامهای گزارش فانل چند کانالی یا MCF داره. این گزارش ها میتونن به شما بگن کدوم فعالیت های بازاریابی قبلی شما در این فرایند خرید کاربرها نقش مهمی رو داشتن. یک کانال که در یک خرید پیش از تعامل نهایی نقش داشته اسمش هست تبدیل کاربر به پول کمکی. گزارش‌های MCF همینطور میتونن زمان گرفته شده از رفتن یه فرد که ابتدا یه چیزی رو دیده و به کالا علاقه‌مند شده تا خرید و نشون بدن. این داده مسیر تبدیل به پول کاربر شامل تعاملاتی در تمامی کانال‌های دیجیتاله. برای استفاده از فانل‌های چند کانالی اول باید هدف‌ها یا یه تجارت الکترونیکی درست کنید. میتونید گزارش‌های فانل چند کانالی رو در بخش کانورژن پیدا کنید. در گزارش اوورویو میتونید مجموع تبدیل کاربر به پول به همراه خریدها از کلیک‌های زده شده، ایمپرشن‌ها و رسانه‌ها رو ببینید. شما اگه تنظیمات رو انجام بدین، میتونید نگاهی به تبادلات تجارت الکترونیکی یا اهداف فردی بندازین. اگه اکانت ادورز خودتون رو وصل کرده باشین، این گزارش داده‌های ادورز خاص رو نشون میده. شما همینطور میتونید یه پنجره لوک بک از 1 تا 90 روزه درست کنید. اینطوری روزهای قبل از تبدیل شدن کاربر به پول که در گزارش به کار رفته میاد. در زیر تایملاین میتونید ببینید که هر کانال چقدر در کل تبدیل کاربر به پول نقش داشته و در کجا همپوشانی داشتن. قسمت اسیستد کانورژنز ریپورت مجموع تعداد و مقدار پولی فروش‌های کمپینی رو میگه و کانال‌هاش رو نشون میده. هرچی این اعداد بالاتر باشن، اون کانال بیشتر کمک کرده که کاربر تبدیل به پول بشه. شما میتونید اینها رو بر اساس روز خرید، روز قبل از خرید کاربر و موقعیت مسیر درست کنید که میشه تعداد تعاملاتی که در این خرید دخیل بودن. در این جدول میتونیم اثر کمپین‌های سرچ پولی رو ببینیم و ببینیم که چند خرید از این کمپین‌ها بودن. استور شاید لازم باشه برای آگاه کردن بیشتر کاربرها بیشتر روی این کمپین‌ها سرمایه‌گذاری کنه. قسمت تاپ کانورژن پث ریپورت خریدها و ارزش خریدها رو توسط ترکیب کانال‌هایی که به خرید منجر شده گروه بندی میکنه. تایم لگ ریپورت خریدهایی رو نشون میده که توسط تعداد روزهایی که تبلیغ رو دیدن و برای خرید اقدام کردنه. این نشون میده که چقدر طول کشیده که کاربر خرید کنه و میتونه به صورت بالقوه کمپین‌های بازاریابی مجدد شما رو آگاه کنه. قسمت پث لنگث ریپورت نشون میده که به طور متوسط چند تعامل صورت گرفته تا خرید بشه و هر سری از تعاملات چقدر ارزش داشته. با استفاده از گزارش‌های کانال و اتریبیوشن چند کانالی، شما میتونید اندازه‌گیری کنید که آیا کمپین‌های کار شما موفق بودن یا نه. شما میتونید از تحلیل کانال‌ها استفاده کنید تا بهتر درک کنید کدوم کانال‌ها برای کار شما کارساز بودن و کدومی که از اونها بیشتر خرید از شما رو تسهیل کردن.